های کرده بردن автомашина به گروه جنایت‌های به مقابل مالکیت روانه گردیده حساب شده صادرکنندگان اون به صاحب ملک ضرر مادی و معنوی میرسونند. هفته گذشته در حدود نوع فردوسی شهر دوشنبه یک باره دو حالت این قبیل جنایت به قید گرفته شد. جنایتکاران دو عدد автомашина های تمغه اوپل استرا رقم های قید دولتیش 5228 MO03 و 0147 OZ 01 را که به دو نفر ساکنان نوع فردوسی تعلق داشته در نزد بناهای بلند آشیانه به نظارت می ایستادند. در وقت شبانه تخمینا ساعت‌های 1:30 با روی شکستن آینه وارد آنها شده غیر قانونی به سمت نامعلوم حی کرده بردند. در نتیجه برگزار نمودن یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان مقامات میلیس شهر دوشنبه 3 نفر را همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت بالا ذکر گردیده بازداشت و به مقامات میلیس دسترس نمودند که آنها منگتوف شورت سال تولدش 1996 زاده و استقامت کننده نویه رودکی جماعت دیوت جمتیپه دهه سامانی، شهید جان دولت سال تولدش 1998 زاده و استقامت کننده نویه حمدانی جماعت دیوت فیض‌آباد دهه گلزار، موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه میرزای فیضلی سال تولدش 1997 زاده و استقامت کننده نویه واسه کوچه اسماعیل سامانی می باشند. ضمن برگزاری چاره‌بینی‌های تفتیشاتی معین کرده شد که بازداشت شدگان با هم رابطه دوستی داشته نقشه غیر قانونی حی کرده بردن автомашина را بدون مقصد تصرف تحریزی و سپس آن را عملی نمودند. طور معین گردید گمانبر شدگان در یکی از این حالت‌های جنایی автомашина ربوده شده تمغه اوپل استرا رقم دولتیش 5428 MO03 را از حدود شهر دوشنبه به سمت نویه تیمور ملک ولایت ختلان برده در نیمرو گذاشته از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه از جانب کارمندان میلیسیا автомашина دریافت و جهت به صاحب ملک برگردانیدن به شهر دوشنبه دسترس کرده شد. با نظرداشت حالت‌های مذکور نسبت گمانبر شوندگان طبق طلبات ماده 225 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گمانبر شوندگان در حبس پیشکی قرار و تفتیشات ادامه دارد. یک نفر ساکن شهر دوشنبه با ارسال نوار مناقشه دو جوان از مقامات میلیسیای پایتخت خواهش نمود که نسبت ویران کنندگان ترتیبات جوانان در نوار انعکاس یافته چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شود. ضمن سنجش و پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی دو نفر جوان در نوار انعکاس یافته همچون گمانبر دستگیر و به مقامات میلیسیا دسترس کرده شدند. در نتیجه معین گردید که اینها شهروندان میلیکوف توکل سال تولدش 1981 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه گلپرور اویلدار صاحب 6 فرزند، تلویف جاویدان سال تولدش 1994 استقامت کننده نویه بلخی ولایت ختلان می باشند. ضمن پرسش و سنجش حادثه مذکور دستگیر شدگان تصدیق نمودند که در حقیقت صحنه 25 نوامبر سال جاری در کوچه نعمت قره‌بایف نویه فردوسی در بین روح ماشینگرد از سبب نافهمی‌های لفظی بین همدیگر مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان میلیسیا نسبت میلیکوف توکل و تلویف جاویدان طبق طلبات ماده 460 مایده افباشی کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده نسبت هر کدام جزا در نمود حبس مأموری به مدت 5 شبانه روز تطبیق کرده شد. کارمندان مقامات میلیس شهر دوشنبه در نتیجه برگزاری عملیات شرطی کرد در دوام روز گذشته دو دلیل با خود گردانیدن سلاح سرد را از جانب جوانان معین نمودند. ضمن پیشبرد کارهای سنجشی معین گردید که هنوز هم بعضی از جوانان با خود کرد میگردانند که این عمل میتواند در خردترین نافهمی‌های لفظی به حادثه‌های ناخوش انجامد. از جمله شهروند منورف عبیدالله سال تولدش 1997 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه جبار رسولوف که قبلا با ماده‌های 237 افباشی 244 دزدی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است دستگیر کردید که در بر خود کار داشته است. همزمان از جانب کارمندان میلیسیا شهروند احمد جان ناظم سیدزاده
سال تولدش 1998 استقامت کننده نویه فرخور ولایت ختلون دستگیر کردید که از او نیز یک عدد کارت دریافت و مصادره کرده شد. وابسته به حالتهای مذکور نسبت هر دو دستگیر شدگان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. در اساس قرارهای سود نسبت هر کدام جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تطبیق کرده شد.